من گفتم که می نویسیم. من نقطه های میگم تو زن، نقطه های گفتم نویس. بعد از اون خودش نویست. باز شوقش زیادتر شد. زنی حلیم و خاکسار، رزگار دیده و با تمکین، موجوده احرار و سال 1951 در شهر خوجند در عائله خدمتچی به دنیا آمده است. موجوده احرار و بعد ختم مکتب میانه آموزشگاه پداگوژی را سال 1970 تمام کرده از طرف شعبه معارف ولایت لنین‌آباد آن وقت و مکتب رقم 8 دهه خیسته‌ورز به حیث معلمه فعالیتش را آغاز نموده است. موصوف سال 1972 به شوهر می‌براید و همان سال فعالیت آموزگاریش را در مکتب رقم 4 شهر خوجند ادامه می‌دهد. موجوده احرار و صاحب 4 فرزند است. وقتی پسر کلانیش با علت نقصان چشم به دنیا می‌آید، او به جمعیت نابینایان شهر خوجند مراجعت می‌کند. آن سالها تنها در ناحیه حصار مکتبی مخصوص برای کودکان نابینا وجود داشت و خلاص، و این خاطر در فعالیت کاری او نیز دگرگونی کلی رخ داد. فرزندم که هم علت چشم داشت، همون سال بچه‌های تیاره کردی، سملات کردی، همونجا می‌فرستاندیم. کنیکولی تابستانو که برآمدن بچه‌ها، سانی هم اویله رفته پدر و مادر و بچه‌های قبول کرده می‌گرفتیم. همین رئیس جمعیت نابینایان ما عبدالله جان سلیموف سانی گفتن که مابین همین قدر پدر و مادر به یگان تو معلومات دار هستی امی؟ سانی من گفتم همه. سانی گفتن که بید معلمه هر دو ما حرکت میکنیم نزد رئیس ولایت به. همون وقت به رفعت حاجیف رئیس ولایت بودن. هر دو ما مکتوب کردی، یعنی رفعت حاجیف به مراجعت کردیم که برای همیشه بچه ها همین شهر خوجند به یکان جای داده شود. زاتوا ولنتینا ایوانونا که این متخصص از مسکو با درخواست جمعیت نابینایان آمده بود، با سیستم برایلی خواندن و نوشتن را یاد می‌دهد. با سیستم برایلی کار کردن با کودکان نابینا آسان نبود، اما موجوده احرار و در مدت کوتاه آن را از خود کرد. سال 1987 احرار و را همچون متخصصی الفبای برایلی در ولایت و اینترنت اصفهان دعوت می‌کنند. معلمه احرار و با دستگیری خانواده شوهر با 4 فرزند خود به اصفهان می‌رود و یک چند سال در آنجا به کودکان بیناییشان سست و نابینا درس می‌دهد. شوهرم من جدا دستگیری کلان کرده که وقتی که من به همین راحت آمد که توی اصفهان همچون متخصص میری گفته راحت آمد و کس همون روز خودش راضی شده، همون روز من گسیلاندم. خودشان همراه رفتن، ماهای مانده سانی گشت آمدن. همه معلمون را با همین سیستم همه معلم را آموختند. سال 90 باز گشت آمدن از اصفهان. من فرزندام شوهرم همینجا مانده، 4 فرزند که اصفهان برفتن. حالت‌هایی میشد که احرار و کودکانی از دهه‌های دوردست آمده را در خانه خود جای میداد. آنها را فرزندوار با خود به مکتب می‌برد و می‌آورد. موصوف با خط برایلی برای کودکان نابینا افسانه و شعرها را آماده نموده است. کار با الفبای برایلی نوشتن و خوانش خود را دارد که آن با واسطه سوزن مخصوص نوشته می‌شود. طرز نوشتن ما گویا از طرف دستی گویا راست. من مثال حرف آی نوشتم، من یکم نقطه حرف آ من به نوشتم حرف بی. موجوده احرار و از سال 1980 تا این دم کودکانی با سیره‌شان سست و نابینا را تدریس داده است. هنوز هم معلمان از کامپلکس کودکستانی مکتبی مخصوص برای کودکانی قوه با سیره‌شان سست و نابینا از معلمه موجوده احرار و سبق و مصلحت و مشورت میگیرند. شاگردان او حالا صاحب معلومات و انسان‌های کامل حقوق جامعه میباشند. فرزندان خود را نیز با مهر و محبت و اخلاق شرقیانه و کمال رسانیده است که هر کدام آنها الکی در جاده زندگی راه خود را یافتند. ما تربیه نیک، تربیه نغز گرفتیم از مادر که مثال منم 28 سال باز اویله دار، منم فرزند دار. همین تربیه که مادرم گرفتم فرزندان رو دادم. بسیار آدمی نغز. در عرفیت میگویند که زنی عاقله خانه ساز می شود.
اما موجود احرار و هم خانه ساخت و هم مکتب بزرگ نابینایان را اساس گذاشت. طولی 40 سال می شود که او با کودکان نابینا کار می کند. از همه مهمش کاری خود را دوست می دارد. با شوق می خواهد دست نابینایان را گرفته آن را در راه علم راست کند و نمی توان خدمت های او را نادیده گرفت. قهرمان لوحه ما خوشنود است که عمر عزیزش را به کاری منفعت بخش بخشیده است. گزارش سومن حامد و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.